خب تاریخ 15 دیروز رو نمودار طلا یک ویدیو در رابطه با مارکت سایکل همراه با ایودی دیگه یه توضیح میدم که اینجا چه اتفاقی افتاده. بعد هر کس نظر خودشو بگه که آیا نظر دیگه داره، جای من اشتباه کردم، جای رو نمیدونه، یا حالا نظر پیشنهاد انتقادی داره بگه. من یه توضیح میدم چه اتفاقی افتاده. تایمی که من میام میشینم پشت چارت، خب رأس زمانش اگه بخوام بکشم این ساعته. این ساعت من میام میشینم پشت چارت. واسه اینکه شما شروع کنید تریدتون رو و هر تایمی که پشت چارت میشینید، تحلیلتون مهم نیست که مثلا شما بیاید کندل به کندل تحلیل کنید. مهم اینه که از این نقطه بعد اینجا چی میبینید. از نظر من این مهمه. خب چون اگه من مثلا میگم این تایم بیام پشت چارت بشینم، من دارم یه چیز دیگه میبینم. خب من چیزی که اینجا دارم توضیح میدم مربوط به دیدن اینا نیستش. چیزی که دارم اینجا میبینم مربوط به این ناحیه نیست. چرا؟ چون من هر تایمی که میام میشینم پشت چارت، من گذشته چارت رو دارم. یعنی خط روندی که من الان اینجا دارم، این خط روند سعودی، خط روند کانال از سقف که هستش، این واسه من توی این ناحیه مثلا مهم نیست، یا مثلا میتونه این ناحیه قرار بگیره. واسه همون توضیحاتی که دارم میدم سعی کنید شما سمت راست چارت رو اصلا نگاه نکنید. من جوری میخوام توضیح بدم که فقط سمت چپ رو انگار دارم و میخوام بر اساس این دیتا سمت چپ، کندل به کندل، حالا کندل به کندل که سخت نمیشه گفتش، ولی میخوام دیتای کلی رو بدم که چی بوده، چی کار شده و چه حالتی وجود داشته. در ابتدای روز خب ما با یک گپی باز شد قیمت، که بعد این گپ بریکوت ما در نظر میگیریم. یک برگشت داشتیم که این برگشت ما بریکوت نزولی هم بود. من این بریکوت نزولی رو شروع کانال 5 در نظر میگیرم. خب حالا چرا؟ من دلایلم اینه که ما بعد از بریکوت هر پولبکی که داریم شروع کاناله. یعنی هر پولبکی که ما تو این ناحیه میزنیم شروع کانال واسه ما. حالا این کانال ما میتونه یا پن باشه یا میتونه کانال ما باریک باشه، که اکثر موقع بیشتر روی نمودار طلا کانال پهن کانال باریک اتفاق میفته. بعد کانال باریک به حساب بریکوت میشه و کانال پهن یا تریدینگ رنج میشه. ولی اینجا یه چیز متفاوتی که وجود داره، ما در کانال پن یه به حساب سیگنالی از سیگنال های کانال پن این بود که معامله‌گرای خلاف جهت روند بتونن اسکلپ کنن. یعنی الان کسی که اینجا لووان فروخته تا این کف تونسته یک سودی از معامله اسکلپی که انجام داده تونسته بگیره. وقتی ما چنین چیزی رو در قیمت داریم، یعنی معامله دو طرفه وجود داره. وقتی معامله دو طرفه وجود داشته باشه، بعد بریکوت تعداد کندل های پول بک هم کمتر از 20 تا باشه، ما تریدینگ رنج در نظر نمیگیریم. تریدینگ رنج زمانی میشه که ما بگیم کندل های پول بکش بیشتر از 25 تا باشه. حالا اینجا رو من کانال 5 در نظر میگیرم. پول بک ها رو هم که بخواید شما بشمورید، شما میگید لگ 1 پول بک، لگ 2. لگ 2 نتونست به حساب بیاد کف لگ 1 رو بریک کنه و ریزش ادامه دار بشه. اینجا یک دابل باتوم ساخت واسه ما، که بعد این دابل باتومی که واسه ما ساخت، قیمت یک بریکوت سعودی داد دوباره. و بعد این بریکوت سعودی شما میتونید اینو من حیث فلگ در نظر بگیرید، یک فلگی در نظر بگیرید که حالا تو تایم فریم بالاتر شاید فلگ H2 باشه. اینو فلگ در نظر میگیرید، ستاپ H2 فعال میشه. اینجا میتونید شما کلوز اینو ورود کنید، یا حالا اگه اینجا تایم فریم پایینتر میرفتید پول لاکاشو ورود میکرد. در هر صورت اینجا دیگه ما این سقف رو داریم، الان این کف رو داریم. این سقف و این کف واسه ما مهمه. قیمت میرسه به سقف، وقتی به سقف میرسه سقف رو تاچ نمیکنه و برمیگرده، و وقتی هم که نزدیک کف میشه از کف دوباره برگشت میخوره. ما داریم توی همین ناحیه چارت میبینیم که سقف پایینتر از سقف و کف هم بالاتر از کف. سناریو واسه ما میشه مثلث. در مثلث هم که هستش، خب بریکوت از هر جهتش 50%. یعنی احتمال بریکوت از سقف هم 50%، احتمال بریکوت از کف هم واسه ما 50%. و ما لگ 1 لگ 2 رو داریم میبینیم. اینجا هم خیلی مشخص لگ 1 لگ 2. اینجا هم پول بکش لگ 1 پول بک لگ 2. یا حالا میتونیم لگ 3 هم در نظر بگیریم در تایم فریم پایینتر، مثلا بگیم اینو لگ 1
پولبک لگ 2 پولبک لگ 3 که لگ 3 دیگه اینجا ختم میشه و از اینجا ما کندل روند سعودی داریم و دوباره یک بریکوت سعودی. الان اینجا ما مثلث به حساب همین مثلثی که ما داریم با احتمال 50% شکستش از سقف بوده. وقتی شکست از سقف میشه این که میشه کندل بریکوت ما، اینم میشه کندل فالوتورش و اینم دوباره کندل فالوتوره و در پولبک اول باز ما دوباره میتونستیم به قیمت ورود بزنیم. حالا میشد کلوزا هم بخرید، هر کس باید استراتژی که داره، اصلا مهم نیست که کجا میخره و چیکار میکنه، خودش میدونه چجوری معامله کنه. ما صرفا دیدگاهمون رو نسبت به قیمت میگیم و تارگت ها. تارگتی هم که واسه این به حساب بریکوت وجود داره یک میجور موف از این لگ های پول بک است، از آخرین لگی که داخل به حساب این مثلث وجود داره. حالا میتونه بعد اینکه اگه این تارگت رو رد کرد کندل های فالوتو رو داشت، حالا تارگت ها رو ما میتونیم مثلا بر اساس کل این ناحیه بذاریم. بعضی ها مثلا میان بر اساس کلوز میذارن. البته مهمه گفتم که این تارگتی که داریم رد میکنه قیمت یا از این تارگت برگشت میخوره. اگر رد کرد کسی که اینجا ورود زده باشه میتونه معامله خودش رو نگه داره تا تارگت های بعدی رو ببینه. ولی اگه کسی مثلا میگم حالا یه سری میان سیو سود میکنن بعد کندل به حساب این مکرو دابل باتون که حالا بعداً راجع بهش صحبت میکنیم، ولی کسی که اینجا پول بک اول رو بای میزنه اون دیگه تارگت اولیش میشه اینجا. تارگت بعدیش اگه این ناحیه رد بشه میتونه بیاد به حساب یک سقف و کف از این حالت بکشه که میشه بر اساس کل سقف و کف این مثلث یا حالا بگیم تریدینگ رنج یا بر اساس کلوزاش، که اگه بر اساس کلوزا بگیریم نسبت به قبل فکر کنم دقیق تر میفته. ولی من خودم که بیشتر میگیرم از این ناحیه میگیرم. چرا؟ چون بیشتر این بریکوت به این موج بستگی داره. من اینجوری فکر میکنم، حالا شاید هم اشتباه باشه شاید هم درست باشه. وقتی قیمت میاد به میجور مووش میرسه توی این ناحیه، وقتی به میجور موو میرسه در مسیر میجور ما میبینیم که یک کانال تنگی واسه ما ساخته شده. ما الان اینجا یک کانال تنگی داریم. این کانال تنگ ما به حساب توی سقفش ما بعد از میجور مووی که داریم یک مکرو دابل باتوم داریم که تلاش اول واسه شکست میجور موو تارگت میجور موو، بعد دوباره سلرها اینجا فشار وارد کردن پول بک هم زده، بعد دوباره بایرها فشار وارد کردن و در نهایت سلرها تونستن اینجا واسه ما یک بریکوت نزولی از این به حساب کانال باریک واسه ما بدن. بریکوت که اتفاق میفته این واسه ما میشه به حساب یک فرست بیگ ریورسال که اکثر مواقع چنین ریورسال های مینور هست، یعنی نمیتونه بعد از کانال باریک یک ریورسال میجور اتفاق بیفته. دلیلش هم اینه که ما این ریورسال مینوری که به حساب ریورسال فرعی که ما بعد از کانال باریک میگیریم در کانال به حساب در تایم فریم بالاتر این صرفا یک پول بک میشه از بریکوت، چون ما میگیم تایم فریم رو که ببریم بالاتر این صرفا واسه ما یک بریکوت دیده میشه، یعنی بدون پول بک در نظر گرفته میشه و یک بریکوت. وقتی ما بریکوت داشته باشیم اینجا برگشتی که اتفاق میفته به حساب بایرای داریم ما اینجا که اونا میخوان ستاپ های H1 H2 یا H3 رو بیان خرید کنن. واسه همین خریدارای توی این ناحیه بعد از این ریورسال مینوری که بعد از این کانال تنگ میاد ما میگیم خریدارای وجود دارن که در تایم فریم بالاتر اونا میخوان بیان این سقفایی که تو همون تایم فریمشون زده میشه رو خرید کنن که اگه بریم یه تایم فریم بالاتر احتمالاً قابل دید باشه. خب آره الان اینجا ما داریم بریکوتو، اینجا ما میبینیم که قیمت یک بریکوتی داده که این بریکوت اینجا پول بک داشت، بعد دوباره بریکوت دیگه ای داریم ما اینجا که گپش هم هنوز باز. این بریکوتی که داریم قیمت اینجا اولین پول بک رو زده، گفتیم اولین پول بکی که اتفاق میفته به حساب در تایم فریم پوینتر واسه ما یک بریکوت بود دیگه. این پول بکی که در تایم فریم فعلی واسه ما پول بک، این پول بکی که اتفاق میفته ستاپ H1ش به حساب توی این ناحیه فعال میشه و بعد میاد ستاپ H1 استاپ میخوره و H2ش توی این ناحیه دوباره ورود میده که وقتی که قیمت میاد میرسه دوباره اینجا دابل تاپ میده. حالا بریم تایم فریم پوینتر دوباره
وقتی که در این تایم فریم دوباره ما میایم نگاه میکنیم، قیمت بعد اون ستاپ H2 که توی این ناحیه فال شده یک تایت تریدینگ رنج ساخته واسه ما، که در تایت تریدینگ، در این تریدینگ رنج های تنگ ما نمیشه معامله کنیم، یعنی ساختار معاملاتی نداره. شما حتی بخوای اسکلپ هم بکنی، قیمت اسکلپتون میفته روی سقف تریدینگ. واسه همون بهتر اینه که معامله نکنیم، منتظر یک بریکوت باشیم و بعد بریکوت معامله. خب حالا تریدینگ رنج هم که باشه، باز دوباره میگیم تعداد کندل های پول بلک بیشتر از 20 تا شده، دوباره یک تریدینگ رنج تنگ واسه ما وجود داره که قابل معامله نیستش. ما اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا منتظر یک بریکوت میمونیم. بریکوتی که اتفاق افتاده بعد از اینکه اینجا ما یک دابل تاپ ساختیم، اینجا ما این دابل تاپی که ساخته میشه، قیمت دوباره اینجا سلرها به حساب بایرها گیواب میکنن، یعنی تسلیم میشن، سلرها دوباره ورود میزنن و بعد این ورودی که میزنن ما اینجا بریکوت داریم که تاییدیه این بریکوت ما که گپش باز میمونه توی این ناحیه است. باز اگه بریم تایم فریم بالاتر، این کندلی که شما دارید میبینید، این کندل داخل خودش پول بک داره و توی این پول بکاش باز میشه ما خرید بزنیم، فروش بزنیم. حالا تارگت فروش ما کجاست از این بریکوت؟ تارگت فروش ما میتونیم ما تارگت های خودمون رو با میجور موو رسم کنیم. تارگت میجور مووی که من رسم میکنم اکثر مواقع یا به این شکله ولی اگه به این تارگت رسیده باشه، بخوام تارگت بعدی رو مشخص کنم، میام کل این لگ نزولی رو که بریکوت شده و لگ بعدی داره، میام به این شکل تارگت هم رو رسم میکنم و بعد اگه این تارگت هم رد شد، میام از کل این کانال تنگ تارگت هم رو مشخص میکنم. حالا شما اینجا سلت رو زدی، بعد منتظر میمونه که قیمت کجا میخواد برگشت بده و از معامله سلت خارج بشی. هر تارگت میجور مووی که واکنش نشون میده و یک بریکوت اتفاق میفته، شما اونجا از معامله خودت باید خارج بشی. حالا بستگی میگم باز دوباره به استراتژیتون داره و سبک تریدی که انجام میدید، به چه شکل دارید ترید میکنید. تارگت میجور موو ما میفته توی این ناحیه. الان یعنی ما اینجا سل زدیم، اگه مثلا میگم حالا بستگی داره، من اگه اینجا سل میزدم استاپ 100% پشت یک کندل به حساب بریکوت یک دقیقه بود، پشت یک بریکوت یک دقیقه میذاشتم، شاید توی این سقف اگه به این ورود میداد، حالا نمیدونم، میجور موو توی این ناحیه باید خارج میشد. بعد قیمت که به این ناحیه میرسه، یک تری پوش هم توی همین تایم فریم داره، کانال تنگ میشه. به این کانال تنگی که میشه، قیمت اینجا واسه ما دو لگ سعودی میشه، لگ 1 پول بک، لگ 2. وقتی من دارم این سقف لگ 2 رو میبینم، این کندل رو دارم میبینم، خب به حساب میکرو کاناله. این میکرو کانالی که واسه ما وجود داره در تایم فریم بالاتر بریکوته. اگه اینجا ما داریم گپی رو بین قیمت نمیبینیم، صرفا داریم اینجا گپ رو میبینیم که بعدش کلوز داده، توی این ناحیه گپ وجود داره که اگه ما بریم تو یک تایم فریم بالاتر، این گپ واضح میتونه واسه ما مشخص باشه. دقیقاً آره، اینجا گپ شده قیمت که بین این ناحیه، دقیق بخوام مشخص کنم، از این سقف تا این ناحیه گپش باز هستش هنوز. اینجا ما در تایم فریم 15 دقیقه یک گپ داریم که این گپ ما هنوز بازه و اینجا این گپ آخرین پول بک به این گپ بوده و اینجا دوباره ما میتونیم بعد این به حساب بریکوتی که وجود داره، گفتیم ستاپ هایی که داریم رو پیاده سازی کنیم. از طرفی هم الان دیگه ما داریم میبینیم که قیمت داره واسه ما چیکار میکنه، داره کف های بالاتر میزنه، سقف هم که اومد بالاتر، کف های بالاتر، سقف های بالاتر زمانی که ما داریم و از طرفی هم ما داریم به حساب فشار طرف مقابل رو هم میبینیم، همچنان کف بالاتر، سقف بالاتر، فشار طرف مقابل. من میگم دیگه کانال پنج شده اینجا، یعنی وقتی این کف رو میبینم، این نقاط رو به هم وصل میکنم و موازی با این خط یک خطم میارم از بالاترین نقطه‌ای که در سقف وجود داره میندازم. این خط رو که میندازم سقف کانالم میشه، این خطم که میندازم کف کانالم میشه. الان من وقتی در کانال پهن هستم، میدونم که بریکوت از کف کانال احتمالش 75%، 70 تا 75%، بریکوت از سقف کانال احتمالش 25 تا 30% مواقع هستش.
یعنی قیمت توی سقف میرسه من بفروشم، سناریوی منطقیه. چرا؟ چون 25% احتمال داره قیمت بره کد بده، ولی 75% احتمال داره قیمت از اینجا بر بگرده پس دوباره داخل کانال ما. حالا من باید منتظر یه سری تارگت های قیمتی بمونم که خریدارایی که دارن اینجا خرید میزنن، من یه به حساب سیگنال ببینم که خریدارا دارن از معاملات خودشون خارج میشن و سیو و سود میکنن و تارگتاشون تاچ شده و بعد اون سلر وارد میشه. وقتی که سلر وارد میشه من میتونم به معاملات خودم ورود بزنم. حالا اینجا ما یک به حساب لگ 1 پول بک، لگ 2 پول بک، لگ 3 داریم. کندلی که در این به حساب انتهای لگ سوم اومده واسه ما بزرگترین کندل در این روند سودی به نظر میرسه. یعنی توی این کانال بزرگترین کندل سودی هستش که یه اشتباهی که من اینجا انجام دادم، شما سعی کنید این اشتباه رو انجام ندید. زمانی که ما یک کندل ایگاب داریم، ما یه نشونه ای از کندل ایگاب اینه خب که مثل کندل بریکوته. یعنی کندل بریکوت هم به اندازه کندل ایگاب همینقدر سایزش بزرگه و کلایماتیکه. وقتی چنین حرکتی ما داریم، این میتونه هم واسه ما به حساب بریکوت باشه، هم میتونه واسه ما ایگاب باشه. از اونجایی که ما به حساب میتونیم بگیم در انتهای روند میتونیم باشیم، چون روند خیلی طولانی شده و از اون طرف فشار فروشنده هم زیاده، ما میگیم احتمال اینکه اینجا واسه ما به حساب تبدیل به کندل ایگاب بشه زیاده. حالا کندل ایگاب چه زمانی واسه ما تایید میده که این کندل ایگاب شده؟ واسه ما زمانی تایید میده که گپش کامل بیاد کلوز بشه. چیزی که من در لایو بازار در نظر نگرفتم این بود که این فاصله گپش هنوز باز بود، یعنی گپ کامل کلوز نداده بود با بدنه که من بخوام اینو کندل ایگاب در نظر بگیرم. و بعدش قیمت اومد یه بریکوت نزولی داد واسه ما دوباره، این بریکوت نزولی، و بعد دوباره یک دابل تاپ داد که من اینو دابل تاپ در نظر گرفتم و این کندل های نزولی که داشت، حالا من بر اساس استراتژی که دارم تو این کندل ها به حساب سل زدم. و قیمت هم وقتی که گفتم این هایر هایی که ما در روند داریم بریکوت کرده، قیمت فالو ترو نداده واسه ما و کندل های به حساب بریکوت نزولی داده. و از طرف ما یک میجور موو داریم از این لیگ اول، از این ناحیه تا این ناحیه که میجور مووش میفته توی این ناحیه. اگه از این بریکوت هم بخوایم میجور موو بکشیم، باز دوباره میفته توی این ناحیه میفته. و این به میجور موو داریم ما و لیگ 1 لیگ 2 لیگ 3 شکل ویج داره و بعدش کندلای به حساب فالو ترو هم نداریم و این بزرگترین کندل روند هستش. بعدش دابل تاپ داریم و این سیگنال ها واسه من باعث شد که من تو این ناحیه سل بزنم. و اکثر هم ما گفتیم در روندها به حساب در کانال پهن ما سقفا رو سل میگیریم، کفا رو بای میگیریم. وقتی چنین سناریو داریم الان دیگه موقعیت خوبیه بعد از این دابل تاپ ما سل بگیریم. ولی قیمت باید میومد، میگم اون سیگنال تاییدیه‌ای که من نداشتم این بود که من در لایو متوجه به کلوز این گپ نشدم و اومدم اینجا سل زدم. ولی اگه من در لایو چارت اینو تشخیص میدادم، احتمالاً توی این ناحیه من سل نمیزدم و زمانی سل میزدم که یا یک فرصت بهتری در سقف بهم بده یا یک میجور موو از این میجور گپ، از این به حساب میجور گپ بهم بده و بعدش بیام من به حساب معاملات سل خودم رو توی این ناحیه ها دوباره داشته باشم. اون زمان سناریو باز دوباره درست میشه. در غیر این صورت توی این ناحیه من با دیدن اینکه گپ هنوز بازه نباید سل میزدم. خب تا این ناحیه بازم مثلا میگم احتمال واسه من یکم بالاتر بود که بخواد دوباره بیاد این لگ 1 یعنی بشه لگ 2. وقتی قیمت رسید به کف این به حساب خط گردن سقف دخول رسید، قیمت دوباره کندل بریکوت، کندل روند سعودی داد. این کندل های روند سعودی خب توی یک دقیقه باز دوباره مثلا میشه احتمال داره مثلا بریکوت سعودی باشه. واسه من گفتن کندل بریکوت سعودی. اینا واسه من کندل روند سعودی داد، باز نزولی باز سعودی. این واسه من داره چی میگه؟ سلیرا که از اون طرف دارن دابل تاپ میبینم، بایرا دارن از این طرف به حساب دابل باتون فلگ میبینن. خب الان توی این ناحیه وقتی بایر به حساب بایر داره دابل باتوم فلگ میبینه، سلر داره اونجا چی میبینه؟ به حساب دابل تاپ میبینه که سیگنال تارگت های قیمت بایرا رو میبینه که داره تاچ شده، داره سل میزنه. حالا اینجا واسه ما بعد این که میگم داریم میبینیم سقفا پایین تر میاد،
دوباره اینجا کف بالاتر رفت تبدیل میشه به مثلث. وقتی که مثلث میشه دوباره احتمال برکوت از سقف و احتمال برکوت از کف واسه ما 50-50 هستش. در درون این رنج هم خب تایت تریدینگ رنج میشه، ما نباید معامله داشته باشیم از این ناحیه به بعد که ما تشخیص میدیم سقفا داره پایین تر میاد، کفا داره بالاتر میاد. یعنی توی این ناحیه باز میتونست سلر و بایری به نظر من میشد که آدم معامله کنه از سل و بای بگیره، ولی توی این ناحیه دیگه ورود کردن به نظر من چیزی که من فکر میکنم تایت تریدینگ رنج میشه. یک مثلث احتمال برکوت هم 50-50 هستش، نمیتونه موافقت آمیز باشه تریدایی که آدم داشته باشه. حالا باز بستگی به استراتژی داره. وقتی که قیمت میاد اینجا دوباره برکوت میده، وقتی این های رو بریک میکنه دوباره دابل میکرو دابل باتوم همراه با یک دابل باتوم بزرگتر، قیمت دوباره از اونجا برکوت نزولی میده. وقتی برکوت نزولی میده تو این کندل ما یک گپی داریم بین کف این کندل و به حساب اوپن این کندل و کلوز این کندل. این گپ واسه ما برکوت دوباره میشه یک میجور موو رسم کرد. اگه ما این پول بک ها رو مثلا سل بزنیم الان دیگه احتمال موفقیت بالاتره. چرا؟ چون ما برکوت قوی داریم اینجا که ما میتونستیم سل بزنیم. واسه بای ما برکوتش دیگه اینجا دیگه خیلی، اگه ما اینجا این سقف رو بگیم برکوت کنه کندل فالوتوری نداریم. باز اگه برکوت نسبت به این نوع در نظر بگیریم باز دوباره برکوتمون گپ منفی داره. من خودم سعی میکنم اینجا مثلا حالا بای نگیرم، نه بای بگیرم اینجا. اگه بخوام سل بگیرم خب خیلی ریسکیه. چرا؟ چون باز دوباره میتونه اینجا یک کف دوقلو بشه، چون کندلای روند نود سعودی هم داریم و دوباره از اینجا دوباره یک کف دوقلو بشه و از اینجا بر بگرده قیمت. حالا اگه کسی این برکوت نزولی هم مثلا بخواد بیاد ورود بزنه، میجور موویش ما میکشیم که میجور موویش میشه یا به این شکل میشه کل این لیگ از جایی که گپ اولین کندل به حساب پول بک هستش این میشه، یا اگه اینو مثلا رد کرد یا هنوز بهش نرسیده بود ما میتونیم اینو در نظر بگیریم، یا به اندازه کل این مثلث. بستگی داره شما اینجا ورود زدی، تارگتاتو میتونی بر این اساس تعیین کنی. و بعد این قیمت دوباره میاد اینجا توی سقف میرسه. در سقف در تلاش اول بایرا شکست میخورن، دوباره تلاش میکنن و دوباره هم شکست میخورن اینجا و یک کندل برکوت نزولی میده واسه ما. از اینجا ما یک برکوت سعودی رو داریم میبینیم که اگه بخوایم تارگت قیمتی واسه اونو تعیین کنیم نظر به شادو توی این ناحیه میفته، نظر به کلوز قیمت احتمالاً تارگتاشون تاچ شده. توی این ناحیه یه سری بایر تارگتاشون تاچ میشه. حالا سناریوی اصلی ما چی هستش؟ سناریوی اصلی گفته ما داخل یک کانال پهنیم. سقف کانال پهن ما حالا اگه بر اساس خط روند کانال در نظر بگیریم یه چنین نقطه میشه که قیمت هنوز بهش نرسیده. و از طرفی زمانی که قیمت به اینجا میرسه در تلاش اول که این سقف رو به حساب برکوت کردن بایرا شکست خوردن و دوباره به حساب داخل سقف ما به حساب نفوذ داشتیم و در تلاش دوم قیمت دوباره رفته بالا این سقف. یک میجور موو هم شما میتونید بر اساس این دو لگ نزولی که الان برکوت شده و قیمت روی اون وجود داره شما میتونید بر این اساس هم یک میجور موو رسم کنید، ولی اونم رسم نکنید. دوباره شما وقتی که توی این ناحیه دارید برکوت نمیدید، یک تارگت توی این ناحیه دارید ولی این تارگت رو که رد میکنه توی این ناحیه ها دیگه شما نزدیک سقف کانال پهن هستید. توی این ناحیه خرید دیگه به نظر من فکر میکنم منطقی نیست، مگه این که شما سطح تکنیکالتون خیلی حرفه‌ای باشه و بخواید فاست اسکالپ کنید و کندل به کندل ترید کنید. اون زمانی که شما مثلا میتونید حالا یه ترید اینجا داشته باشید، ولی من خودم شخصا فکر میکنم که اینجا دیگه ترید کردن واسه من بار روانی زیادی داره داخل صف که بخوام بای بگیرم. چون گفتیم که ما احتمال برکوت از سقف 25% و احتمال برکوت از کف 75%. اگه اینم در نظر بگیریم خب اینجا برکوتی که نداشته باشیم ما تاش مثلا میشه رنج میشه اینجا توی این ناحیه رنج ما میگیریم. زمانی که قیمت به این کندلا رو که داریم میبینیم فالوتروهای قوی که برکوت هم هستن، ما دوباره یک تارگتی داریم از این دو لگ نزولی
بر اساس کلوز بکشیم اینجا میفته، بر اساس شادو بکشیم میفته توی این ناحیه که بهش نرسیده. همون کلوز بکشیم بهتر. اول هم اولویت با کلوزه. چرا؟ چون تارگت رو نزدیکتر بهمون میده. وقتی تارگت نزدیکتر باشه اول قیمت احتمال اینکه به اون واکنش بده بیشتر. بعد اگه اون رو رد کرد با شادو میگیریم و اگه اون رو رد کرد مثلا میریم لگ های بزرگتر رو در نظر میگیریم. الان یک میجور موو داریم ما از این دو لگ نزولی که سقفش برکوت شده، گپش هم باز بود که اینجا اومد گپش کلوز داد، و یک میجور مووی داریم که از برکوت این دو لگ نزولی هستش که تریدینگ رنج هم میشه واسه ما، میشه تریدینگ رنج هم گفت. و بعدش قیمت زمانی که به این میجور موو میرسه دوباره بزرگترین کندل به حساب روند در این روند سعودی هستش. حداقل تی 20 از 20 کندل گذشتهش بزرگتره. اگه بخوایم بگیم آره نسبت به 20 کندل قبلی بزرگترین کندل هستش که در انتهای روند شکل گرفته. و ما اینجا یک تارگتی داریم، یعنی یک سقف داریم، یک به حساب دو تا میجور موو داریم، یک سقف کانال داریم، گفتیم دو تا میجور موو داریم، بزرگترین کندل روند، و از طرف اینجا یک لوور های در تایم فریم یک ساعته هستش که از روند نزولی است. اگه بخوام نمیدونم فکر کنم از یکی دو روز یا چند روز قبله، آره از اینجا میاد. این یک لوور های که بعدش یک حرکت شارپی به سمت پایین. این لوور هایشه که زمانی که قیمت به این میرسه دو تا میجور موو اینجا دابل تاپ میشه واسه ما. تلاش اول بایرا شکست میخورن، میان به حساب این گپ رو کلوز میدن. وقتی که گپ کلوز میشه دوباره اینجا بایرایی که این کلوزا رو داشتن خرید میزدن در تلاش بعدی از معاملات خودشون یه سری خارج میشن، یه سری هم هنوز تلاش به ورود دارن. و ما اینجا یک داره میبینیم که سقفا داره میاد پایین تر. وقتی سقفا داره میاد پایین تر ما میتونیم حالا توی ویدیوهای فکر کنم سقف و کف های گرد میشه، راندد تاپ ان باتم، اگه فکر کنم نمیدونم قسمت های چند میشه. البروکس اونجا میگفت که زمانی که ما داریم میبینیم در چشم که قیمت مثلا وقتی به سقف میشه و داره سقف های پایین تر میزنه میتونه واسه ما لوور های امتیار بده، همچنان از کف میتونه های لو امتیار بده واسه ما. وقتی که ما داریم چنین حرکتی میبینیم اینجا ما میتونیم بگیم که قیمت امکان این که واسه ما یک لوور های امتیار واسه ما بده زیاده و قیمت از اینجا برکتش رو انجام میده. تو این کندل دیگه بایرایی که کل این نایه رو داشتن بای میزدن تسلیم میشن. وقتی که اونا تسلیم میشن حرکت ما میگیم یک لگ دومی از این برکت احتمال این که به وجود بیاد بیشتر. تارگت ما کجاست؟ تارگت ما در مرحله اول میتونه کل این ناحیه باشه، از کلوز یا از شادو بگیریم و اگه این تارگت رو رد کنه باز ما میتونیم این لگ سعودی رو ما بیایم به حساب تارگت تعیین کنیم. و زمانی که قیمت به کف کانال میرسه و کف کانال رو به حساب برکوت میکنه ما اگه بیایم این کندل ها رو در تایم فریم بالاتر با هم وصل کنیم یک کندل بزرگ میشه که میشه کندل برکوت در نظرش گرفت در تایم فریم بالاتر. اینو ما برکوت در نظر میگیریم. بعد از شروع پول بک ها که اینجا وجود داره ما اینو به حساب کانال تنگ در نظر میگیریم. توی این پول بک هایی که وجود داره ما توی این ناحیه بعد از شکست این کف دیگه میبینیم که قیمت اینجا دوباره یک برکوتی داده که گپش هم منفی شده. توی این ناحیه دیگه میشه این نظر من، حالا نمیدونم نظر شما چیه. من اگه اینجا میخواستم سل بزنم ساب میکردم ببینم آقا قیمت از کف به حساب فیک برکوت نمیشه یا نه. حالا این تاییدشو من از چی میگیرم؟ از این که اینجا اگه ما مثلا اینجا سلر داشته باشیم که قیمت بخواد مثلا بگم بیاد توی این ناحیه بخواد از ما آره دیگه فکر کنم همینجوری میشه. ما اگه سلری داشته باشیم که اون توی اون ناحیه سل زده باشه بخواد از معامله خودش خارج بشه و بایرا وارد بشن اینجا ما باید یک دابل باتوم داشته باشیم. و اگه ما بایر داشته باشیم که به حساب اون بخواد بیاد مثلا اینجا سیکند انتری بگیره یا به حساب ورودای بعدی خودشو بزنه اونم باید اینجا باید ورود بزنه. یعنی تصمیم گیری
سلر و بایر میتونه توی این ناحیه باشه، بعد از کف دوقلویی که توی این ناحیه شکل میگیره. ما این کف دوقلو رو داشتیم و بعد سلرها فشار وارد کردن، این کف دوقلو شکسته شد و وقتی که این کف دوقلو شکسته شد ما میبینیم که قیمت واسه ما تبدیل به بریکوت شد دوباره و کانال تنگش رو ادامه داد. الان تارگت کجا میتونه باشه؟ تارگت شما میتونیم بگیم قیمت، حالا خب ما میگیم اکثر بریکوت‌های کانال پهن هم در 40% مواقع تبدیل به امتیار میشن، در 60% مواقع واسه ما تبدیل به حساب رنج میشه. یعنی اینجا ما 60% احتمال اینکه ما یک رنج داشته باشیم و 40% مواقع احتمال اینکه واسه ما کلا یک به حساب امتیار بده هستش. این بود تحلیل من از دیروز قیمت. حالا هر جایی که شما فکر میکنید من اشتباه کردم خیلی ممنون میشم که اشتباهمو بهم توضیح بدید که من در ویدیوهای بعدی متوجه بشم و یا در تحلیلم ازش استفاده کنم.